در شفاخانه کودکانه علیاصغر شهر تهران والدان معالجه فرزندانشان را مراقبت نموده برای شفای کامل آنها از بیماری کووید 19 دعا میکنند. متاسفانه الان به خاطر اینکه شیوع بیشتری پیدا کرده، خب طبیعتاً بچه‌ها بیشتر درگیر میشن و PCR مثبتمون بالاتر رفته. اما خب درمان میشن و دوره لقاحتشون هم کمتر از بزرگسالان هست و بیشتر بهبودی توشون دیده شده. حکومت ایران تا حال درباره شماره کودکان گرفتار کووید 19 آمار رسمی نشر نکرده است، ولی مدیر شفاخانه غلامرضا بیضاییان میگوید اکثر کودکان از کووید 19 معالجه میشوند. چند مورد در حد مثلا 3 یا 4 مورد بیماری داشتیم که به علت کرونا فوت کردن، اما اکثرشون عوامل زمینه‌ای حتما توشون دخیل بوده. بدون عامل زمینه‌ای هم الحمدلله مورد فوتی نداشتیم و همشون با درمان و به خوبی از اینجا ترخیص شدن. بعضی والدان تصمیم گرفتند که فرزندانشان را به کودکستان و مکتب نفرستند تا آنها بیماری را به خانه نآورند. یکی از چیزایی که اونها رو خیلی نگران میکنه پدر بزرگ مادر بزرگ‌ها و فامیل اطرافشون هستن، چون اگر که بخوام بیارن بچه‌ها رو مهد کودک نگران این هستن که به هر حال یه اتفاقی پیش بیاد و بچه ناقل باشه و ببره و پدر مادرشون خدای نکرده وقت مشکلی پیدا بکنند و این موضوع که احساس عذاب وجدان میکنن از اینکه کوچولوهاشون برن با خودشون یه بالاخره گرفتاری برای خانواده بیارن. مادر دوگانیک ها آزاده جوربچی بر این نظر است که محدودیت های دوره سرایت کرونا ویروس روی کودکان هم تاثیر دارد. او پیشنهاد میکند که کودکستان ها بسته شوند. مدرسه که دیگه به نظر من 100% اشتباهه، به خاطر اینکه واقعا یک سال اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه‌هاش تاثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه‌ها نرن مدرسه. فیض رحمتی از آن والدان است که منتظر بسته شدن کودکستان ها نیست و فرزندش را هم به کودکستان نمیفرستد. بیشتر بچه رو نمیذاریم بیرون بره، خودمون توی خونه باش بازی میکنیم، حالا کاری میکنیم که دیگه بیشتر بیرون نره چون بیشتر تو معرض بیماری هست. روز شنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی به مقامات ولایت‌ها صلاحیت داد که وابسته به افزایش سرایت کرونا ویروس محدودیت جاری کنند. به قول وزارت تندرستی ایران، روز 26 سپتامبر 172 نفر از کرونا ویروس یا خود کووید 19 به هلاکت رسیده. شماره عمومی فوتیدگان از این بیماری به 25394 کس برابر شد. به گفت همین وزارت، شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در جمهوری اسلامی از 433,000 نفر هم بیشتر شده است.